فرهاد جلدوشف یک صاحبکار موفق تاجیک که در جمهوری باشقردستان روسیه و همچنین در زادگاه ولایت سوغد تاجیکستان تجارت‌های کامیاب دارد، روز 1 مارس سال 2024 به اداره پایگاه خبری بامداد از نفر با نام بهرام شکایت کرد که خود را پلکوونیک و کارمند وزارت کارهای داخل معرفی کرده و ظاهراً با مقصد پول کندن مادر سالخورده او را در شهر بوستان مورد تعقیب قرار داده است و بالاخره سبب به بیماری سرطان گرفتار شدن این زن 70 ساله شده است. بنا به نقل فرهاد جلدوشف، بهرام ماه نوامبر سال 2023 دو دفعه به خانه آنها در شهر بوستان کوچه تیمور ملک خانه رقم 22 یورش کرده مادرش را رجبی یلدوشف را ترسانده است که گویا پسر او یعنی فرهاد جلدوشف 2 میلیون دلار قرضدار است و باید حتما به دادستانی کل تاجیکستان حاضر شده مسئلهش را گپ زنان کند. این یورش یکم آنچنان ناگوانه بود که نزدیکان فرهاد جلدوشف تا فرصت به نوار گرفتنش را نیافتند. آنها میگویند بهرام بدون ابا و نشان دادن یگان اوردر درون حجره آنها را زده در آمده و از دیگر باشندگان خانه کی و چه کاره بودنش را میپرسید و از مادر فرهاد جلدوشف طلب کرد که به پسرت زنگ که اومده مسئله قرضش را گپ زنان کند. دفعه دوم بهرام باز هم به سراغ فرهاد جلدوشف به خانه مادر او آمد. اهل خانواده این دفعه آمادگی دیده بودند و جریان گفتگوزار با او را ثبت کردند. یک نسخه این نوار و گفتگوهای تلفنی فرهاد جلدوشف با بهرام در دست اداره بامداد نیز است و در نوار دیده می شود که بهرام حتی بعد فهمیدن اینکه او را به نوار گرفته ایستادند یگان پروا یا احساس ترس نمی کند و همچنان طلب می کند که فرهاد به من زنگ زند و مسئله قرضش را گپ زنان کند. او در این نوار بار دیگر خود را پلکوونیک و کارمند وزارت کارهای داخل معرفی می کند و حتی یک حجت سرخ مانند به حجت خدمتی کارمندان میلیچ را نشان داده می گوید من یگان بندیت نیستم، پلکوونیکم، از وزارت کارهای داخل آمدم. بهرام می گوید که گویا با سپارش پروکراتور گنرالی به سراغ فرهاد جلدوشف آمده است، چون که گویا پروکراتور گنرالی به ضد فرهاد پرونده گشوده است و از او خواسته است که رفته مکان بود و باش او را معلوم و برای بیانات دادن حاضرش کنند. هرچند این ادعا خیلی مشکوک به نظر می رسید، زیرا نه پروکراتور گنرالی و نه وزارت کارهای داخله برای معاین کردن مکان بود و باش شخص کارمندش با رتبه بلند پلکوونیک را نمیفرستد. فرهاد جلدوشف میگوید بعد این دو یورش به رقم تلفنی که پلکوونیک بهرام به نزدیکانش داده بود 992 927 42 44 49 زنگ زد. در ثبت این صحبت شنیده می شود که بهرام بار دیگر خود را کارمند وزارت کارهای داخل معرفی می کند و ادعا می کند که به ضد جلدوشف در پروکراتور گنرالی بر اساس دعوای عزیز نام شخص پرونده گشودند و او را عیبدار می کند که گویا از عزیز 2 میلیون دلار قرضدار بوده است. پلکوونیک بهرام در این صحبت نیز به فرهاد پیشنهاد می کند که مسئله قرضش را باید گپ زنان کند. گپ زنان در شیوه گفتگوی منصبداران کروپسیونر در تاجیکستان معنای یگان سوم داده حل کردن مسئله را دارد، اما فرهاد میگوید که از کسی قرضدار نیست و از بهرام طلب میکند که به او نام و نسب مشخص و رقم تلفن آن کارمند پروکراتور گنرالی را که گویا به ضد او پرونده گشوده است بدهد. بهرام میگوید در بیرون است. فرهاد جلدوشف از ماه نوامبر سال 2023 اینک بیش از 3 ماه گذشت ولی وعده می‌دهد که برابر به جای کار آمدنش رقم تلفن کارمند پروکراتور گنرالی را به فرهاد بفرستد. فرهاد جلدوشف گفت از ماه نوامبر سال 2023 اینک بیش از 3 ماه گذشت ولی بهرام دیگر نه تلفن پروکراتور گنرالی را داد و نه یگان بار طرف خانه آنها بار توپ خورد. بهرام همین طور رقم کارمند پروکراتور گنرالی را هم به فرهاد جلدوشف نفرستاد و ماه فوریه سال 2024 وقتی جلدوشف از نو به بهرام زنگ زد و پرسید که چرا آمد و مادر او را ترساند، پلکوونیک از ترس صحبت را قطع کرد و دیگر تلفنش را نبرداشت. او افزود این ماجرا را زیاد جدی نگرفت و دنبال کردن هم نبود، ولی بهرام در جریان آن دو یورش مادر سالخورده‌اش را سخت ترساند و اخیراً وقتی که مادرش برای طبابت چشمش به طبیبان مراجعت کرد تشخیص نشان داد که او گرفتار سرطان شده است. فرهاد جلدوشف در این پلکوونیک بهرام را گناهکار می شمارد و از مقامات حفظ حقوق تاجیکستان می خواهد تا او را پیدا کرده به جوابگری جنایی به خصوص وزارت کارهای داخله و پروکراتور گنرالی، چون که بهرام از نام همین دو نهاد سوء استفاده می کرد.
فرهاد یلداشف زاده شهر بوستون بوده. از سال 1999 به این طرف هر سال به روسیه به مردکاری می رود. او در روسیه تجارت خود را برآورد و سال 2012 زن و فرزندش را نیز با خود برد. فرهاد یلداشف مؤسس و رهبر شرکت گاز آلترناتیو است که در جمهوری باش کردستان روسیه ثبت نام شده یکی از شرکت‌های کامیاب در سوهای گاز به شمار می رود. او در تاجیکستان نیز در سر راه غفورov خوجند یک مرکز خدمت رسانی تجهیزات گازی با نام اتیکر محصولات گازی ساخته بود. نام فرهاد یلداشف در ماه دکامبر سال 2019 برای این مرکز در سرخط اخبار رسانه افتاد، زیرا او در شیشه تیریزه آن اعلان آویخت که چنین مضمون داشت: به فروش گذاشته شده است. کارمند اندوز حسین زاده بیدل $500 ماهانه دولت طلب دارد. این اعلان آن وقت سر و صدای زیاد بپا کرد، هرچند مقامات کوشش میکردند که از این صاحبکار دولت طلب کردن سردار ناظرات اندوز شهر بوستون بیدل حسین زاده را رد کنند، ولی به هر صورت این ماجرا باعث شد که الکی بعد 2 ماه در ماه فوریه سال 2020 حسین زاده را خپ و خاموش از منصب سردار اندوز بوستون بگیرند.